شام 20 سپتامبر شهروند 27 ساله تاجیکستان نوروز زکیروف در ماجرای با محافظان مرکز تجارتی مسکو آسیبی سر دید و به بیمارستان انتقال یافت. در پی پلیس ده ها مهاجر را بازداشت کرده به اداره امور داخلی برد. تلاش اعتراضی ده ها مهاجر دیگر روز 21 سپتامبر از شرایط ناعادلانه کار در این مرکز تجارتی و آوازه مرگ نوروز با بازداشت دیگران انجامید و فعلا شماره عمومی دستگیر شده ها 42 نفر را تشکیل می‌دهد. پامال شدن حقوق مهاجران در این حادثه را شورای حقوق انسان نزد پرزیدنت ولادیمیر پوتین و کمیته جمعیتی نظارتی یک سازمان جمعیتی حامی حقوق انتقاد کردند. یوگنی بابروف معاون رئیس شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آنکه هیچ یک از جانب‌ها در حادثه مرکز سودای مسکو به عنوان آنها شکایت نکردند، شورا بر اساس گزارش رسانه‌ها با وزارت کارهای داخله مراجعت کرد. او گفت در نامه از وزیر امور داخلی خواستیم که تفتیش حادثه لاتوکوب و اساسناکی بازداشت مهاجران گرد هم آمده را شخصا زیر نظارت بگیرد، چون نتیجه سنجش ما در اداره پلیس نشان داد که حقوق مهاجران در آنجا پایمال شده است. بابروف گفت وقتی در روسیه نسبت به مهاجران زورآوری می شود، این همه از چشم جامعه پنهان می ماند. از سوی دیگر جنایت های صادر شده از جانب خارجی ها به طور گسترده پوشش می یابد، میگوید بابروف. این عضو شورای حقوق انسان در روسیه گفت رسانه های این کشور ادعا میکنند که گویا در میان مهاجران تروریست ها زیادند که البته درست نیست. با عنوان مثال یوگنی بابروف از حادثه اخیر ترکش در متروی سنت پترزبورگ یادآور شد که آن را هم رسانه ها به نام مهاجران ربط دادند اگرچه عاملان این عمل مهاجران نبودند. او گفت در ما مقامات و هم رسانه ها همه کار را انجام می دهند که شرایط کار مهاجران را تنگتر کرده سرمایه گذاری مقامات حفظ حقوق را بیشتر نمایند. در نتیجه محض با سرلنگاری مقامات چنین حادثه های مثل حادثه لوبلینا رخ می دهند. پلیس مسکو میگوید از روی حادثه تجمع مهاجران در نزد مرکز سودای مسکو در لوبلینا طبق ماده 213 کدکس جنایی روسیه اوباشی پرونده باز کرده است. این ماده کدکس جنایی روسیه پرداخت جریمه را در حجم از 500,000 تا 1 میلیون روبل و تا 7 سال زندان را در پی دارد. از روی حادثه لاتوکوب شهروندان تاجیکستان هم طبق ماده 116 کدکس جنایی روسیه لاتوکوب پرونده باز شده است، اما هنوز اسم نفر آزاردهنده عربکش تاجیک نوروز زکیروف اعلان نمی شود. پلیس مسکو شام 20 سپتامبر در پی لاتوکوب نوروز زکیروف در نزد مرکز سودا 90 نفر را بازداشت کرد. روز 21 سپتامبر نیز تجمع مهاجران در نزد مرکز سودا تکرار شد و پلیس باز 20 نفر دیگر را بازداشت کرد. بنابر اطلاعی شورای جمعیتی نظارتی در روسیه که نمایندگانش 21 سپتامبر از شعبه کارهای داخلی لوبلینا دیدن کردند، در این شعبه 42 نفر در بازداشت باقی ماندند. رسانه‌های روسیه از قبل ناظران کمیته نظارتی در روسیه نوشتند که مهاجران در بازداشتگاه شعبه پلیس نمیخونجند و در دالان اداره آن نگهداری میشوند. این حالت هم نقض حقوق مهاجران ارزیابی شده است. برخی گفتند که با گذشت یک شبانه روز غذای نخوردند. با گذشت 2 روز از حادثه لاتوکوب نوروز زکیروف، یک ساکن ناحیه بلجوان و پدر 3 فرزند که در این حادثه آسیب دیده است همانا در بیمارستان رقم 68 پایتخت روسیه معالجه می شود. هنوز امکان صحبت با خود نوروز فراهم نآمده است، ولی روز 21 سپتامبر نماینده سفارت تاجیکستان سرور بختی بعد عیادت او در بیمارستان گفت وضعش معتدل بوده، به حیاتش چیزی تهدید نمی‌کند. چندی از مهاجران همکار نوروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند حادثه‌ای که با این هموطنشان رخ داد نو نیست و مشکلی درینه قاعده‌های نانوشته در مرکز سودای مسکو است. آنها میگویند حادثه نوروز معاملات غیر قانونی موجود در این مکان تجارت را فاش کرد که اکثرا کارمندان آن به آن اطاعت میکنند. اسحاق کارگر تاجیک در مرکز سودای مسکو گفت که 3 سال باز در اینجا به حیث عربکش کار میکند. به تخمین او در اینجا نزدیک به 4000 مهاجر کره تاجیک به عربکشی مشغولند. او میگوید یگون چک نمیتمی همش قلبکی پول عجیبه که مو یوری خشونای یگون تا پول نمیتا دودی عربا را میگیری میره هم خیلی های یا روز خیلی او چی را دیگه این چند خیلی او چی را قطعی بین عربا تا میگیری او تو چند پول کار میکنی نمیکنی او دو فرق نداره. یکی همون روز پول نیاوی پولت میگیرن به 800 روبل یا 700 روبل. او خود پول میوی نمیوی باید بتی پولا
اما این مهاجری تاجیک میگوید عربکشی از کار در ساختمان بهتر است، زیرا در اینجا امکانی بیشتری پول کار کردن وجود دارد. او میگوید اگرچه عربکشی مشکل است، اما در یک روز اگر کار آمد کند میتوانی تا 6-7 هزار روبل به دست بیاری. این مهاجری تاجیک گفت گردی همایی شام روزی 20 سپتامبر مخصوص تشکیل نشده بود، بلکه خود به خود به وجود آمد. لحظه های انجام کار همه بیرون برآمده در نزد دروازه ازدحام را دیدند و به آن همراه شدند، گفت این مهاجری تاجیک. از سوی دیگر میگویند کارشناسان حادثه اخیر بسیار مقامداران روسیه را یک بار دیگر هشدار میدهد که سیاست حکومت در رابطه با مهاجران و تامین حقوق آنها ناکام شد. مقامات درک میکنند که بازار کلان کاری 3 و 4 درجه در بخش ساختمان و تجارت و خدمت رسانی را محض مهاجران پر میکنند و در صورت نبود 10 میلیون مهاجر کاری خارجی ساکنان محلی به انجام چنین کارهای سنگین و کم درآمد راضی نمیشوند. ولی عین زمان مقامات در بهتر کردن شرایط حقوقی و فضای تحمل پذیری جامعه تلاش نمی کنند.